عملیه آزموز چیست و فشار آزموتیک چگونه عمل میکند؟ سلام، من حمیدالله میرزایی هستم. در این ویدیو تجربه ای را در مورد عملیه آزموز در نظر گرفتم که خدمت شما خوبان اجرا میکنم. برای اجرای تجربه ما و شما به مواد و وسایلی که ضرورت داریم عبارتند از 3 عدد کچالو، 2 عدد کچالوی خام، 1 عدد کچالویی که جوشانده شده باشه یا پخته شده باشه، 1 مقدار آب، 1 ظرف برای ذخیره آب، 1 مقدار نمک، 1 عدد قاشق و 1 عدد چاقو. روش کار چه قسم است؟ ما شما میگیریم. در مرحله اول کچالوهایی را که در نظر گرفتیم پوستش جدا میسازیم. ما 2 عدد کچالوی خام در نظر گرفتم و 1 عدد کچالویی که جوشانده شده یا پخته شده و پوستهایش از قبل جدا ساختیم. حال چی کار میکنیم؟ با استفاده از 1 قاشق و یا چاقو در قسمت بالایی کچالو، در این قسمت کچالو 1 چقری یا 1 حفره ایجاد میکنیم. قسمی که عمق حفره تا قسمت های وسط کچالو باشه و باعث از این نشه که از این قسمت سوراخ ایجاد شود یا سوراخ شود. به می ترتیب هر 3 کچالو رو میگیریم، در قسمت سطح بالایش 1 حفره ایجاد میکنیم. و همچنان در کچالویی که پخته شده. زمانی که حفره ها ایجاد شد بالای کچالوها، بعدش چیکار میکنیم؟ در یکی از کچالوهای خام در حفره‌ای که ایجاد کردیم 1 قاشق نمک اضافه میکنم و یا ممکن کم بیشتر، و همچنان در کچالوی پخته شده یا جوشانده شده. یکی از کچالوهای خام بدون از اینکه نمک علاوه کنیم به این شکل حفظ میکنیم. حال چیکار میکنیم؟ کچالوهایی که درش نمک اضافه شده و کچالویی که نمک بالش اضافه نکردیم، هر سه شان انتقال میتیم در 1 ظرف آب به ترتیب به این شکل. زمانی که کچالوها در بین ظرف آب قرار گرفت، بالایش آب اضافه میکنیم. اما چی اندازه؟ مقدار آبی که بالای کچالوها اضافه میشه باید در حد باشه که کچالو زیر آب غرق نشود، یعنی تا قسمت وسط ارتفاع کچالو آب کفایت میکنه. به این اندازه آب کافی است. اینوله به خاطر از اینکه ما و شما نتیجه بگیریم، برای عملی آماده شده حداقل 1.5 ساعت وقت بتین. هر قدر وقت بیشتر برش داده شود ما و شما نتیجه بهتر میگیریم و بعد از 1.5 الی 2 ساعت بررسی میکنیم که کدام تغییرات در سیستمی که ما ایجاد کرده بودیم یا تجربه که آماده کرده بودیم، کدام تغییرات در اینجا به وجود میاد. ما تجربه را بعد از 2 ساعت بررسی میکنم. ما و شما میبینیم که در کچالوی پخته شده زمانی که نمک علاوه کرده بودیم، بعد از گذشت 2 ساعت هنوز نمک به حالت اولی خود باقی مانده. و اما در کچالوی خام که ما و شما نمک اضافه کرده بودیم، ما و شما میبینیم که نمک در حفره در آب حل شده، در ضمن 1 مقدار آب در داخل حفره ایجاد شده جمع شده. و اما در کچالوی خام دیگه ای که ما و شما نمک اضافه نکرده بودیم، فعلا هم دیده میشه که کدام تغییرات در اینجا به وجود نامده. اینوله چطور ما و شما میتونیم این 3 تغییر تشریح کنیم یا این 3 تفاوت تشریح کنیم؟ چنانچه شما میدانید عملیه آزموز یک پدیده حیاتی برای سیستم های بیولوژیکی می باشد که عبارت از عبور مولکول های محلل از یک پرده نیمه قابل نفوذ از یک محیط رقیق، یعنی محیط با غلظت کم، به یک محیط غلیظ یا محیط با غلظت بیشتر می باشد. و پرده نیمه قابل نفوذ به پرده یا غشای گفته میشه که برای مولکول ها و آیون های مشخص اجازه عبور میده.
در این سیستمی که ما شما اینجا در نظر گرفته بودیم 3 تغییر ما شما میتونیم قرار ذیل تشریح کنیم. حجرات تا زمان میتونه عملی آزموس پیش ببره که زنده باشه، یعنی فعالیت های حیاتی خود ادامه داده بتونه. در تجربه‌ای که ما شما انجام دادیم دیدیم در کچالویی که پخته شده بود، یعنی جوشانده شده بود، حجراتش از بین رفته، دیگه فعالیت‌های حیاتی خود ادامه داده نمیتونه، عملی آزموس صورت نگرفت. نمکی که ما شما در حفره قرار داده بودیم در بین آب قرار دادیم تا آخر به شکل باقی ماند. اما در کچالوی خام که ما شما نمک اضافه کردیم در داخل حفره، این سبب ایجاد یک غلظت بلندتر شد. در ضمن از که حجرات کچالو هنوز فعال است، عملی آزموس در اینجا صورت میگیره. مولکول های محلل از محیط رقیق میآید داخل محیط غلیظ میشه و سبب از این میشه که نمک در داخل حفره کچالو حل بسازه و حفره کچالو را پر از آب بسازه. و اما چرا در کچالویی که ما شما در کچالوی خام که ما شما نمک اضافه نکرده بودیم عملی آزموس صورت نگرفت؟ دلیل از این مشابه بودن غلظت های مواد محیط بیرون از کچالو و محتویات داخل کچالو میتونه بوده باشه. و یا اگر عملی آزموس صورت گرفته بسیار در حد اندک است که اینجا ما و شما او را نمیتونیم مشاهده کنیم. امیدوارم تجربه را که در نظر گرفته بودم برتان مفید و مؤثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.